داداش حاضر. گلبهار جان آمدی دخترم. تو برایم مثل فرزند هستی. من غیر از تو خویش تباری نزدیکی ندارم. میدونم سرپناهی ندارید. تا که در خانه من همچون اجاره نشین میمونید. از شما یک خواهش دارم. خواهشتون رو گویید خاله جان. البته به جو میارم. گلبهار جان، این خانه و حوله را به شما میبخشم. فقط یک شرط دارم. نبیرم زلیخا جان رو همچون پدر و مادر در همین خانه پرستاریش کنید تا اینکه یتیم بودنش رو احساس نکند. تو خودت خوب میدانی که وقتی پدر و مادرشون وفات کردند آنها خیلی خرد بودند. بگمانم تا حال نبودنی پدر و مادرش رو احساس نکرده است. نمیخواهم که بعد مرگم زلیخا جانی من یتیمی کول بماند. این طور نگویید خاله جان. شما البته صحت میشوید. دختر جانم، به من وعده میدهی که وصیتم رو به جا میاری؟ البته وعده میدهم که من و عبدالله وعده میدهیم که زلیخا جان رو به وایه میرسونیم. خاله جان، البته وعده میدهیم. ما زلیخا جان رو مثل پسرمان اومه جان پرستاری میکنیم. تشکر زیاد. زلیخا رو به نزدم بیار. مایلش خاله جان، حاضر میارم. زلیخا جان، تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ لختک بازی دارم. وای، لختکت مثل خودت خوش روی. بیا رفتیم به خونه داریم، بیاد جیغ میزند. رفتیم جونی من. لبه بیبی جان. جانی بیبی، به اوشم بیا. من به تو گفتنی دارم. زلیخا جان، من کمتر بیمار شدم. به بیمارخانه می روم. تو باشی تا برگشتنم با این تقای خاله جانت زندگی می کنی. به گفته هایشون گوش کرده، حرمت کرده، سرکشی نمی کنی. مایلش جانکم. فهمیدم بیبی جان، لیکن تیستر بیاید که من به شما زیق میشم. جانی بیبیش.
گفتم رو خیانت نکنید. خداوند نگهبانتون. خاله جان، خاله جان. ما حالت فرزند شما را از معاینه طبی گذراندیم. چنانه که معاینه طبی نشان داد فرزند شما به بیماری نقصان مادرزادی دل گرفتار است. در عین حال این گونه بیماری ها را در خارج کشور به طور عملیات جراحی تبابت میکنند. دکتر، هیچ امکانیت نیست ما امید جان را در همینجا تبابت کنیم؟ هر آنچه که از دست ما آمد ما اجرا کردیم. متاسفانه امکانیت های تکنیکی نداریم. برای پورا تبابت یافتن فرزندتان حتما ضرور است که شما فرزندتان را به خارج کشور برید. میدانید دکتر، آخر برای این کار مبلغ زیاد در کارم. من باشم چون این امکانیت را ندارم. ببخشید، از جهت مالیوی من به شما یاری داده نمیتوانم. یگان علاجش را یابید. شاید خیش تباران یا یگان تشکیلاتی خیریوی به شما کمک کنند. تشکر. سلامت باشید. زلیخا جان، این لختک رو با تو کی ساخته داد؟ بیبی جانم. اینقدر لختک خوش رویه؟ خاله جان. بیبی جانم کی میآید؟ من او رو یاد کردم. جانی خالش، همین که بیبی جانم صحت شد او رو رفته از بیمارخانه میاریم. آخر من او رو یاد کردم. گلبهار، لبای دادش اومدید؟ امروز دیر کردید؟ تنجی بود؟ تنجی، سلامتی امید جان چی خیلی است؟ بهتر، شکر خدا امروز خوبتر شده است. خوابش برده است. خوابش برده است؟ من حس میکنم از آن روزی که ما زلیخا رو پرستاری میکنیم سلامتی امید جان هم خوب شده ایستاده است. شاید با سبب سرابانی کردن یتیم خداوند فرزندمان را شفای کامل دهد. شاید. مردک، با شما چی شده است؟ چرا غمگین می نمایید؟ امروز نتیجه تشخیص امید جان را دکتر معین کرد. خوش؟ دکترها چی میگویند؟ بیماری امید جان نقصان مادرزادی دل بوده است. دکتران میگویند که چون این بیماری را تنها در خارج تبابت کردن ممکن است. خدایا،
برای این کار مبلغ کلان لازم. نمیدونم، از فکری زیاد سرم میکفد. نمیدونم. شاید از یگان کسی پولدار قرض گیریم. گلبهار برای تبابت در خارج پول زیاد در کار است. خیلی زیاد در کار است. چند شناس را پرسیدم اما نمیدهند. شاید از یگان بند قرض گیریم. بند فرزند پدرمان است که هم تو پول را برآورده به دستمان دهد. نه خود یگان علاجی نباشد. یک علاجی حل این مشکلی هست لیکن من نمیدانم که تو راضی میشوی یا نه. هرچی بوده است. برای من هم آنقدر این فکر معقول نیست. دیگر علاج نداریم. به هر حال فکرتون رو گپ زنید. خانه را میفروشیم. چی گفتید؟ آخر این ناممکن است. خانه و حملی رو کمپیر خالم با مقصد پرستاری نبیرش زلیخا با ما داده است. و این خیانت با امانت است. ارواحش از ما میرنجد. میفهمید؟ دیگر چاره نداریم. اگر امیجاد را به خارج نبریم او را از دست میدهیم. همین که امیجان شفا یافت شب و روز کار میکنیم و امانت را برمیگردانیم. آخر من و شما با آن سردی ها و مشکل های خارجه طاقت میکنیم. لیکن زلیخای خوردکک چخیل طاقت کرده میتواند. او را همراهمون نمیبریم. چرا نمیبریم؟ پس او را کی نگاه بین میکند؟ او را با یتیم خانه میسپاریم. وعده دادم به خالم چی میشود؟ مگر این خیانت به امانت نیست؟ دیگر چاره نداریم. میفهمی؟ چاره نداریم. یه زلیخا جان با ماشین سوار شو. من رو به کجا میبره؟ تو رو به نزد بیبی جانم میبرم. تشکر خاله جان. بیا سوار شو. جانی خالش. خیر ما رفتیم. بچه ها اسم به سوال های کیکی ها و چیچی ها جواب می شد. حالا من در تخته سیم کلمه کتاب رو می نویسم. معلمه ممکن؟ مرحمت، شما را یک نفر پرسیده ایستادند. فهمیدم. بچه ها یک دقیقه آروم ایستید. حاضر من می آیم. فهمو؟ السلام. مرحمت. سلام علیکم. شما رو یک دقیقه ممکن؟ مایلش. این رو گیر زلیخا جان. دورتر صحبت کنیم. معلمه. گوش میکنم. انا این دخترچه‌ای که حاضر نزد شما آوردم پدر و مادرش به صدمه دچار شده از دنیا گذشتند و بر زمین این یک بیبی داشت که او را پرستاری میکرد. آن کسم از دنیا گذشتند. ما با شرایطی نگاه و بین کردن او را نداریم. اگر امکانیت باشد او را در همین یتیم خانه جا میکردید. البته یتیم خانه برای چنین کودکان است. ما او را قبول میکنیم. حجتهایش را آوردید؟ بله آوردم. حجتهایش هم اینجاست. کنی با من ده.
مرحمت. دخترک خسرو، نامی تو چیست؟ نامی من زلیخا. آفرین، خیلی نامی زیبا داشته. همراه من میروی؟ خاله جان شما ما رو به نزد بیبیه میبرید. زلیخا جان، تو در همینجا بیبیت را انتظار شو. مایلش. هی دخترک چرا خوراک نمیخوری؟ یا اینکه خوراک با تو محکول نشد؟ خوراکا با من محکولن، لیکن من خودم نمیخواهم خوردن. بخور، اگر نخوری کسل میشوی. تا بیبیم ناید، نه خوراکم را نمیخورم. بیبیه دیگر نمی آید. کسی را که به اینجا آوردن دیگر سراغش نمی آیند. زلیخا، هی زلیخا. ها، چی میگویی؟ زلیخا، من امروز تو رو رنجانیدم. مرا ببخش. من وعده میدهم که دیگر تو رو نمیرنجانم. معلش، من تو رو بخشیدم. بسیار خانه خوب، به من معقول شد. من خانه رو میخرم. خیر، پولا کی میبیاری؟ بگو.
سلامت باش. خداحافظ. برای تو دیدن. زلیخا حالا هم بیبیت رو انتظاری؟ ها بیبی جانم رو انتظارم. بیا رفته حاضر بازی میکنیم، بعد اومده هر دویمان بیبیت رو انتظار بشویم. مایلش حاضر می آیم. آفرین. زفر نواختن چنین موسیقی زیبا از کجا آموختید؟ راستی وقتی که من و زلیخا در یتیمخانه تحصیل میکردیم، نواختن این موسیقی رو ما در همان جا آموختیم. الکی همه ما رو با آزاد روزم تبریک کرد. از چی باشد که این خانم زلیخا ما رو تبریک نمیکنه؟ چی گفتی زفر؟ من چی میگفتم؟ تبریک کن. گل به دست دارم اندر پشتی در، آمدم بر زاد روزت بخبر. زنده باش، زنده باش ای یوسف جانی عزیز، این بهارو 100 بهارانی دیگر. تشکر. مرحمت. یوسف جلوس تو را دانه از ماشین دیدم، چرا لباسویت تر بود؟ چی؟ لباسهایم تر بود؟ دینا باجای ماشین رو شویم، خودم را شوشتم.
کاش من هم مثل یوسف پدر و مادر می داشتم و خورسندیم به مانندی و حد و کنار نمی داشت. سفر جان، من تو رو با زودوزم دعوت کردم که خورسندی کنی. چرا غمگین می نمایی؟ بگو با تو چی شد؟ یوسف جان، میدونی یک درد در وجود من است که من فکر میکنم این درد من رو میکشد. این چی دردی از دوست جانی من رو میکشته است؟ یوسف جان، خدا نغز میدونی که من و زلیخا در یتیمخانه به وی رسیدیم و بعدا ما رو به دانشگاه داخل کردند. سالهای دراز است که به خود سوال میدهم من کی هستم؟ از کدام عائله هستم؟ پدر و مادر من آیا زنده است یا نه؟ به همه این سوالهایم جواب میخواهم. یوسف جان، پدر تو کارمند حفظ حقوق است کو؟ بله. من فکر میکنم که به همه این گفته های من پدری تو جواب یعنی گفته میتواند. تو با این کار با من کمک میکنی؟ البته من خودم این مشکلی تو رو حل کرده میتوانم. خودی پگاه از پای جستجوی اسرار تقدیر تو میشوم. تشکر یوسف جان. بیا رویم سر میز بنشینیم، بچه‌ها ما رو انتظارن. خیر، بار دیگر خوش آمدید. اوهو، جماعت همه سرجم کو. اوهو، بیاین. بخشش زیاد یوسف جان، من کم ترک دیر کردم. میبخشی یوسف. السلام علیکم. و علیکم السلام. مبارک شد. رحمت. خوش آمدین. این کس یکی از دوستان من، پرویز جان. شناس شوید. ظفر؟ سلام علیکم. خیلی ظفر جان. خوب هستی؟ خوبم. شما خوب هستی؟ خیر. خوش آمدید. من فکرم که من دیر نکردم. برای چی دیر کردید؟ شما سری وقت اومدید. شکر که درسی بدنین هم بسی سر شد. زلیخا، تو احساس کردی؟ در وقت معالجه خونی معلمه من رو خوابم برده است. البته احساس کردم. پگاه با کجا می رویم؟ پگاه با باغ استراحتی رفته استراحت میکنیم و سیر و گشت میکنیم. براستی؟ البته. ظفر. سلام یوسف جان. سلام. خوب هستی؟ سلام زلیخا. سلام. ظفر، میدونی چقدر شد من شما رو انتظارم؟ چرا امروز از درس دیر برآمدید؟ یوسف جان، امروز درس‌های لغوی خیلی زیاد داشتیم. از همین سبب کمتر دیر برآمدیم. ظفر جان، به خیالم که یوسف میخواهد که برای دیر کردنمون از او عذر پرسیم. همین خیر؟ نه، باکی ندارد. الکی من شما رو بخشیدم. ظفر جان، یک دقیقه این طرف بیا. گوش کن دوستان، من دیروز با یتیمخانه رفته بودم. خیر، چی شد؟ تو روشن ظفر جان، بعد یک چند ساعت همش رو انیق میکنند. همه که همه معلومات ها رو دسترس کردم، بعدا به نزد تو میایم. فهمو؟ معلش یوسف جان، این بگو حتما تو رو من انتظار میشوم. شما عضو به کجا میروید؟ ما به خوابگاه. اگر تا خوابگاه روید، بیای من شما رو ماشین سوار ببرم. معلش، رفتیم. های خواهر، تو زبان داری یا نه؟ تو گپ میزنی؟ اقلا نام و نسبت رو گوی که من در این کتاب قید کنم. خدایا توبه، این گونه بیمار رو بار اول میبینم. همشیره، لابای این کس را برده در حجره 4 جای دهید. مالش. شاید بعد کمتر استراحت کردنش عصبش آرام شود و به گپ درآید. او را تحت نظارت خود گیرید. فهمو؟ بله فهمیدم دکتر. خز دوگانه جان، خز رفتیم. کمتر دم میگیری، با خود میایی، همش خوب میشود.
سلام. سلام یوسف. اینقدر دیر کردی یوسف؟ کمی کار داشتم، از همین سبب دیر کردم. فهمیدم. یک قهوه بیارید. لازم نیست ظفر جان. هیچ گپ نه. یوسف چیکار کردی؟ معلومات رو به دست آوردی؟ بله، همش رو دریافت کردم از یتیم خانه. سلامت باشید. تشکر. این چی کاغذ است یوسف؟ حجت است که چند سال باز در جستجویش بودی. مادامی که همش رو خودت معین کردی و میدونی، پس چی حاجت خوندن این کاغذ برای من؟ همش رو خودت نقل بکن، تو رو من گوش میکنم. ظفر چه خیلی فهمونم، نمیدونم، شاید بعد شنیدن این سخنها تو غمگین شوی. یوسف آخر به این هم من در حیاتم روزی خورسندی رو کم دیدم. یگان چیز رو از من پنهان نکن. چیزی میدونی بگو. مطابق معلومات های بعد از اومده، بعد از تولد شدن تو خواهرت، مادرت از بیماری سخت از دنیا گذشته است و پدرت باشد با بیماری سرطان دچار بود. او میدانست که از عمرش که هیچ باقی نمانده است و تو خواهرت رو در یتیم خانه سپریده است و بعد یک چند مدت پدرت از دنیا گذشته است و تو خواهرت در یتیم خانه به وای رسیده این. یوسف من نفهمیدم، تو خواهرت گفتی؟ بله خواهرت. من یعنی خواهر داشتم؟ بله خواهر داشته ای. خدا را شکر، خدا را شکر میگویم که من خواهر داشتم. یوسف جان پس در کجا بودن خواهرم رو نیز معین کردی؟ بله معین کردم. تو میتوانی حاضر منو به نزد خواهرم ببری؟ البته میتوانم. ظفر تو ما رو با دقت گوش بکن تو آخر. چه خیلی فهمونم. یوسف نقل بکن، تو را من باور میکنم. هر آن چیزی که میخوای گفتن پنهان نکن، بگو. دخترو بینید عزیزی دلی من برای من چقدر تحفه زیبا آورده. واه چقدر تحفه زیبا هم. کاش من هم مثل تو عزیزی دل می داشتم، برای من همچنین تحفه ها می آورد. زیبیده است؟ بله زیبیده است. کنی بینیم این قدر وقت زلیخای ما چی می نوشته باشد؟ ها کنی بخوان. ای عشق من دمسازی من، ای مونس و همرازی من، در باغ عشقم همصدا با اندلب آوازی من. این زلیخای ما در حقیقت هم از درد عشق ظفر شاعره شده است کو. من با عشق زلیخا و ظفر خیلی باز قایل شده بودم. زلیخا با یادت هست روزی از غایت تیرش که بد خود از ظفر رنجیده بودی. شبی بارانی ظفری بیچاره تا صبحی سحر در تگ تریزه خوابگاه انتظاری تو بود. با یاد من هم آمد وقتی که سحر از خوابگاه میبر آمده، ظفری بیچاره در بالای ریخته برگهای درختان خوابش برده است. مجنونی تپ پتایر. چرا خاموشی گپ زن؟ زلیخا چی گفتی؟ زلیخا خواهر توست. زلیخا خواهر من؟ نه یوسف این ناممکن است. تا جایی که من میدانم باری اول با زلیخا در یتیم خانه واخوردم و او را هم نمیشناختم. اگر زلیخا خواهر من میبود آخر مربیا با من میگفتند شاید این دلیل ها درست باشد. یوسف گفتم کو با من باور نمیکنی. این سخنهای بافته من نیست. هر چیزی که بود از یتیم خانه دسترس کردم، دیگرش را نمیدونم. یعنی زلیخا خواهر من بوده است؟ نه
آچش لبای آفرین اوش شود. آفرین آچش بسیار بامزه. دستات در نکند. نوشی جان. یوسف جان چای ریزم؟ نه مادر جان دوان دارم تشکر. من باید به کار روم. دیر شد. پوشیده دیش. یوسف لبای کنی اینجا بیا. لبای پدر. خیر بچم من به کار میروم تو احتیاط شو. خیر آچش. نه رفته بیایی. آزیر میروم. ضروری کار. مادر جان. جان من هم باید بیروم. بابا درس دیر نمونم. مایلش جانی اوچه. خدا کتا احتیاط کن. مایلش. فهمیدی؟ مایلش. روی سفید پسرم. خب احتیاط باش. زفر گوش کن زفر، تو از یه روز باز با من معامله خوب نداری و حتی به زنگ تلفنم جواب نمیدی. چرا تو با من چنین مناسبت میکنی؟ زفر بگو به تو چی شده است؟ چرا چنین رفتار میکنی؟ مگر عشق و عاشقی اظهار محبتی تو دروغ بود؟ کاشکی دروغ می بود. این همه در خواب و خیال می بود. زلیخا من دیگر با تو بودن نمی توانم. هر آنچه که بین من و تو بود همش رو فراموش بکن. تو شوخی میکنی یا جدی گفته ایستاده ای؟ جدی میگویم. خیانتکار. زلیخا چرا گریه میکنی؟ با تو چی شد؟ زفر به عشق پاکمون خیانت کرد. زلیخا شاید شوخی کرده باشد. نه او جدی گفت. میفهمی؟ خیلی جدی. صدقه عشق پاکی من شود. خدایا من بغیر از او کسی ندارم. میفهمی؟ کسی ندارم. زلیخا جون تو تنها نیستی، من هستم، هم سبقون هستن، همش خوب میشود. گریه نکن، بیا میرویم از اینجا. بیا رفتیم. خیلی زلیخا من امروز تو رو رنجانیدم، مرا ببخش. من وعده میدهم که دیگر تو رو نمیرنجانم. من مطمئنم که زلیخا خواهر توست. خیانتکار.
ما نتیجه تشخیص را معین کردیم. بخیر است دکتر؟ انا چطوری که میبینید در این موضع سر رگ‌های معده خونگرد واقع است. در نتیجه سخت لط خوردن سر یکی از این رگچه ها کنده شده خون به معده سر خیلی نزدیک آمده بود. خوشبختانه ما این را برطرف کردیم. لیکن تشخیص یک چیز دیگر را به ما نشان داد. بسیار می‌خواستیم که این خطا باشد. اما 3 مرتبه که تشخیص گذراندیم عیناً چنین بیماری را در معده سر شما به ما نشان داد. این چگونه بیماری بوده است دکتر؟ بسیار می‌خواستیم که این خطا میشد. لیکن چی علاج؟ دکتر پنهان ندارید. بگویید این چگونه بیماری است؟ بیماری سرطان معده سر. سرطان؟ انا این بوده است تقدیری پر اسرار من. دکتر شما بگویید که ارگانیسم من با این بیماری چند مدت دیگر تاب آورده میتواند؟ شاید 10 روز، شاید 100 روز. انیقش را گفته نمیتوانیم. اون به توانایی ارگانیسم هر یک بیمار وابسته است. تو چیکار میکنی؟ چرا این دروها را استعمال میکنی؟ آخه اینها به سلامتی ضرر دارد. نزدیک نشو من خودم رو میکشم. نزدیک نشو. زیغ نشو، ما طبابت میکنیم. دکتر من نغز میدانم که این بیماری طبابت نشونده است. بزرگان گفتند که ناامید نباید شدن از گردش ایام. دکتر یاری دهید، بیمار دست به خودکشی زده ایستاده است. نزدیک نشوید. من زیستن نمیخواهم. مانید که من بمیرم. گوش کن خواهر، تو خودکشی کردن میخواهی که از غم و غصه آزاد شوی؟ نه، خطا میکنی. خودکشی کردن این گناه عظیم است. چرا تو فکری طفلی در بدنت بوده رو نمیکنی؟ او را فوراً به شعبه احیاگری بردن لازم. مایلش این دنیا را ببین. یکی در حسرت عمری دراز است، دیگری باشد از عمرش بیزار. زلیخا من دیگر با تو بودن نمیتوانم. زلیخا چرا گریه میکنی؟ نخود که برای یک بیوفای بلهوس اشک چشمانت را حیف کنی. هاییتن هایی دیوانه. چه خیر گریه نکنم. بعد از این قدر سالی که ما با هم عاشق بودیم
به یگانه اساس آرامانه میگوید که دیگر ما با هم بودن نمیتوانیم. دلم رو یخ بر این سرد کرد، میفهمی؟ باز چی گپ شده است؟ این لیلی و مجنون نمونوی از همدیگر رنجیدند. دوگانه ها حاضر عشق صمیمی در دل یگان جوان مونده است. انا برای همین من غیر از خودم یگان کسی دیگر را دوست نمیدارم. زیغ نشو زلیخا جان، انه گل را گیر، پروا مکن، همش میگذرد. زلیخا جان گریه نکن، همش نغز میشود. دختری نغز، چرا تو گریه میکنی؟ تو چی مشکلی داری که با مرگ خودت راضی شده ای و حتی دست به خودکشی میزنی؟ میدانم وقتی که انسان با یگان مشکلی سخت روبرو میشود دنیا تاریک میشود و زندگی برایش بیرنگ میگردد. لیکن تو این را از یاد نبرار که خودکشی این یک گناه عظیم است. تو مشکلیت را به من بگو، شاید من به تو کمک کرده توانم. نه، تو به من کمک کرده نمیتوانی. چرا نمیتوانستم؟ چون که این مشکلی ناموسی من است. من باید بمیرم. دختری نغز، من به تو قول میدهم که
تو رو کمک میکنم. گپ زن. بگو مشکلیت رو، من تو رو گوش میکنم. وقتی که به دانشگاه داخل شدم با جوان دل باختم. او از عائله ثروتمند بود. من فکر کردم که مرا خوشبخت میکند، ولی افسوس که مرا در نیمه راه زندگی پرتافت. مرا شرمنده و بدبخت کرد. چند مراتب شد که از خانه پدر و مادرم زنگ میزنند. تو را یاد کرده میگویند تیز بیا، اما من باشم با آنها هر دفعه وعده ای دروغ میدهم. آخر من با این اوحالم چه خیل به خانه میروم. جوانی که با تو چنین مصیبت کرد حالا او در کجاست؟ نمیدانم. رقم تلفنش را عوض کرده است. شاید 10 روز، شاید 100 روز. انیقش را گفته نمیتونم. مادامی که من به تو قول دادم که تو رو یاری میدهم، بیا شناس میشویم. نامی من ظفر. نامی تو چیست؟ گلنازه. خیلی خوب، انا شناس هم شده. گلنازه گریه نکن. گودکی در بطنت بوده رو من به دوش خود میگیرم. رفته و پدر و مادرت میگویم که گودکی در بطن بوده گلنازه این فرزند من است. تو چی مرا مسخره میکنی؟ مگر من با شخص مانندم که حالت فاجعه بار نفر دیگر رو من مسخره کنم؟ تو خودت را به این کار آلوده نکن. ملامت بر سرت نگیر. پدرم مرا نمیبخشد، برادرم باشد خیلی بدخشم است. تو را میکشد. تو نترس، او مرا اصلا کشته نمیتواند. من کار میکنم که تو عائله‌تان رو از این بدبختی خلاص کنم. دادش لبای وعده اومدن گلنازه همین روز بود. او روز نیست شد، از او ترکی نیست. کنی یک بار دیگر زنگ زنید. اوچش تو خودت نغز میدونی که از همین شهر تا به قشلاق ما ماشین ها کم میان میروند. شاید از همین سبب باشد که کم ترک دیر کرده است. خدایا دخترکم رو صحت و سلامت به نزد من بیار. هیچ زنکی ساده. این همین خیرت که دخترت مثل دیگر دخترها در خارج کشور تحصیل نمی کند. نباشد به فکرم دلت از انتظاری مثل پفک بر این کفیله می مانده. مادر که هستی البته غم میخوری دادش. جمشید دیدی عشق عاشقی امروز رو؟ دیروز با ظفر، امروز باشد با یوسف، فردا میبینی که باز با یگان مجنون دیگر دل بسته است. خیر دختره حاضر از زمان ده. زلیخا حاضر یک دقیقه ایست، من میایم. نمیدونم. گوش کنید، باز یک بار دیگر این سخنات رو میشنوم از خودتان گله کنید، فهمو؟ تیز حرفتون رفته از زلیخا عذر پرسید. زود
зулайхо моро бубахш мо туро ранҷондем сиқ машав биё меравем ҳамаш хуб мешавад духтур мо дар ин беморхона дилгир шудем агар иҷозат мешуд моро ҷавоб медодед майлаш туро ҷавоб медиҳам лекин дар таҳти назорати мо бояд бошӣ мутобиқи ин дорухате ки навиштаам ин доруҳоро гирифта истеъмол кун аммо ин хоҳарамро ҷавоб дода наметавонам чаро духтур барои он ки мо шахсияти ин касро то ҳол муайян накардаем бар зами ин бояд мо ба милитсия дар бораи худкушӣ хабар доданамон лозим духтур хоҳиш мекунам сабр кунед охир ин кас як мушкилие доранд ки ба фикрам онро танҳо ман ҳал карда метавонам ӯ бояд ҳатман бо ман биравад ӯ худаш барои бо ту рафтан розӣ аст бале розӣ аст ақаллан ному насабашро гӯяд ки ман дар ин ҷо қайд кунам қурбонова гулноза соли таваллудатон 1994 ана ин гапи дигар метавонед равед ташаккур духтур саломат бошед рафтем гулноза ин борон ҳамаи хиштҳоро расво кардааст кани шерафган гир поёни хона бурдамон ана инашро ҳам гир ана ина бас гирифта бар ҳамаи хиштҳо расво шуда аминҷо ташаккур юсуфҷон майлаш хай зафар лабай ин духтарро нашинохтам баъд ҳамашро мефаҳмонам майлаш гулноза ҳозир камтар ту дуртар рав ман бо падарат маслиҳат мекунам баъдан ту биё майлаш лабай кӣ бошад ин ҳозир салом тағоҷон ваалайкум ассалом шуморо нашинохтам ҷавонин тағоҷон ман аз шаҳр ҳамсаблақи духтаратон гулноза наход пас чаро истоде марҳамат даро ассалому алайкум хуш омадӣ писарам хуш омадӣ марҳамат даро гӯш кун писарам ҳамсабақи духтари ман гулноза бошӣ пас чаро якҷоя наомадед тағоҷон медонед ман ба як мақсад назди шумо омадаам писарам чӣ мақсаде ки дошта бошӣ беибо гап задан гир марҳамат очеш лабай кани инҷа ассалому алайкум холаҷон ана ин кас ҳамсабақи духтарамо гулноза хуш омадед писарам хуш омадед гулнозаи маро надидед чаро наомад гулноза ҳозир ҳамашро мефаҳмӣ марҳамат гузаред марҳамат аз пай дастархон шав хуш омадӣ марҳамат хайр писарам
بار دیگر خوش آمد. تشکر تقا جان. امروز وعده اومده گلنازه بود، یگان واقعا روی نداده باشد. نه تقا جان، همش خوب است. من گفتم که به یک مقصد نزد شما اومدم. هیچ گپ نه. بیا ایبا شرم نداشته گپ زدنگ. ها کنی دادیش دستر مرحمت دستر خان. تقا جان لباس لازم نیست. چه میشه پسرم؟ شما از راهی دور آمدید. خاله جان گفتم که لازم نیست. شما شینید، من یک گفتنی دارم. او این چه میشه دادیش؟ گفتنی دارد. مرحمت گپ زن، شرم ندار، گوش میکنیم. تقا جان، خاله جان، من و گلنازه همدیگر رو دوست می‌داریم. من میخواهم که با گلنازه خانه‌دار شوم. گوش کن پسرم، از روی رسم آیین باید که پدر و مادرت به خواستگاری می‌آمدن، نه اینکه تو. تقا جان میبخشید، من پدر و مادر ندارم. یگان خشتبار هم نداری پسرم؟ متاسفانه خشتبار هم ندارم. من در یتیم خانه به وای رسیدم. گوش کن جوانی نغز، اولش اینکه ما دخترمان گلنازه رو برای دانش آموختن به دانشگاه داخل کردیم، نه برای شوهر کردن. بر زمین حالا تا ختم کردن دانشگاه 2 سال دیگر وقت هست. همین که دانشگاه رو ختم کردید، آن بعد ها یک جای نشسته مصلحت میکنیم، وقتش میرسد. تقا جان دیگر وقت نداریم، الکی دیر شده است. چی خیلی دیر شده است؟ چه خیلی دیر شده است؟ انیقتر گپ زن، نفهمیده ایستادم. یعنی من گفتنیم که من و گلنازه ازدواج کردیم. چی؟ چه خیلی ازدواج زده؟ صبر کن پسرم. گوش کن، تو با ما انیقترش رو فهمان، درستر فهمان. چه خیلی ازدواج؟ یعنی من گفتنی هستم که گلنازه حامله دارد. حالم را سوزاندی گل. در افغان ایستا. ایستا حیوان. ایستا نزن. میکشم. ایستا صبر کن. باز برو نکشی. نکشم دادا، او ما رو شرمنده کرد. اوی ایستا شر افغان. خواهیش بکنم او را نزنه، او گناه ندارد، من گناه دارم. گم شو از نظرم، گم شو. سردیه مادر جان اینجا بیا حیوان، تو با ناموسی ما داغ آوردی، میفهمی؟ میکشم سردیه. لعنتی مرا ببخش زفر. گلنازه، من از تو چنین رفتار را انتظار نبودم. تو ما را شرمنده کردی، شرمنده. پدر جان نفرت دارم. پدر جان مادر جان او گناهی ندارد. ما با تو باور کردیم، تو را به دانشگاه داخل کردیم. جوابی نیکی های من و پدرت همین است. مادامی که خودت گناهکار باشی، لباس هایت را خوندار و دفع شو از نظرم. تو را دیدن نمیخواهم، نمیخواهم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ این روز به وقت شد و از یوسف درک نیسته. صابر لبای سردار پگاه روزی استراحت است، تو رو دم گیر. من فهمیدم. دادش اومدید. جان و چش خسته نباشید. کمی خسته شدم. خوش آمدید. و چش لبای یگان خوراکی با مزه تیار کردی آخر؟
البته که تیار کردم. امروز نانی گرمک پخته، انا برای شما قروتاب تیار میکنم. خوراکی دوست داشته اتان؟ بسیار خوب کردی. آفرین. یوسف حالا هم نامده است؟ فهما او را هر چیز زودتر خانه‌دار کردن در کار. خوندنش چی میشود دادش؟ خواندن را با عائله داری هماهنگ میکند، همش خوب میشود. فهمیدم. ای خیریت. اوه قروتو. ها قروتو. سلام مادر جان. دستی ناشسته ها؟ یوسف لامای پدر جان. چرا امروز به درس نرفتی؟ من رفتم بس همش فهما. ما با مادرت مصلحت کرده به قرار قطعی آمدیم. مادر جان. لبای. شما با پدرم چی مصلحت کردید؟ من و پدرت مصلحت کردیم که تو رو عائله دار کنیم. چی شد؟ مادر جان حالا وقت است کو؟ ای تو وقت یک طرف مانو گپ زن که عروس شونده داری یا نه؟ بله دارم. خیر. عروس شوندت از شهر است یا از دهات؟ از کدام عائله؟ مادر جان همین که توی کردیم به خونه آوردیم، همش رو میفهمیم از کدام عائله بودنش رو. اقلا عروس شوندت نام دارد؟ نامش زلیخا. زلیخا؟ بله. یوسف و زلیخا. اوه شهبچه اوچه. یوسف اوچه، جانی اوچه. کنی زود رفته دستکاتا شسته بیا. قروتاب میخوریم. قروتاب میخوریم. دادش بیایید قروتاب تیار شد. یوسف جانی اوچه. واه دادش همین قدر قروتاب با مزه شده است که زفر تو حالو هم خوب نرفته ای؟ تو چرا خوب نمی روی؟ من در فکر و خیال غرق شدم. از چی سبب باشد تو این همه مشکلی را به گردن خود گرفتی؟ شاید این یگام سبب دارد. همش خوب است. رفته خوب کن. من همینجا می ایستم. رو خوب کن. زلیخا میدانی دیروز پدر و مادر مصلحت کردن که مرا هر چی زودتر عائله دار بکنن. چی خیلی نقص؟ یعنی توی میخوریم گوی؟ نه زلیخا میدونی من تو رو چقدر دوست میدارم. اگر تو با من با شوهر برای من برای جونم رو فدا میکنم و حتی لازم شود از آسمان برایت ستاره میارم. یوسف شما چی ها گفته ایستادید؟ اگر همه عاشقان به مثل شما عشق اصلی می داشتند حالا در آسمان ستاره نمی ماند.
زلیخا انا من برای توفه آوردم. انگشترین انگشتت رو با من ده. نه یوسف، حالا من تیار نیستم برای قبول کردن توفه شما. گلنازه گریه نکن. دیگر اصلا در این خانه نمیمونی. خیز لباسات رو جمع کن، به شهر میروی. آخر من تو در شهر خانه نداره. در کجا زندگی میکنه؟ من در این باره با یک رفیقم صحبت کردم. او خانه‌اش رو به ما به اجاره میدهد. در همون خانه زندگی میکنیم. خیز لباسات رو جمع کن. خیز. حاضر یه دقیقه. لبای گوش میکنم. سلام یوسف جان. سلام یوسف جان، مرا از این دهه به شهر رفتنم لازم است. اگر وقت می داشتی مرا آماده تو به شهر می بردی؟ خب مایلش میایم. یوسف جان، از یادم نبراید سری قدم یک به نزد پرویز رو، کلید خونه رو او به تو میدهد. آورده به من ده. خب منتظر باش. مایلش. خب خیر، من انتظار میشوم. یوسف، اگر مخفی نباشد با کی گپ زدید؟ با ظفر. بکیم کدام دختر رسیده است، دختر بیچاره از او حامله دار شده است. دختر رو گاه به دهه میبرد، گاه به شهر میارد. بیچاره ظفر در گرداب زندگی غرق شده است. خیلی چه علاج؟ دوست جانی است، باید کمک کنم. یوسف، بیایید من توفه شما رو قبول میکنم. به شوخی؟ بیار انگشتت رو. خیلی توفه زیباست. تشکر. نمیارزد. یوسف جان، لبای وقتی رفتنی من هم شده است. من باید به صورت گیر خانه می رفتم. رسمی ببیم که با من است کمی رنگش خیره شده است. میخواستم سه رنگ تر و کلان ترش کنم. با اجازت شما. زلیخا، تو بهترش رسمی بیاد رو با من ده. من در صورت گیر خانه دوستی نزدیکی دارم. رسمی بیاد رو کلان تر سه رنگ تر کرده بعدا به نزد تو میایم. انیق؟ البته. مالش؟ زلیخا، بیبیه در کجاست؟ بیبیم در قید حیات نیستند. بخشش، خدا رحمتش کند. زلیخا، تو خوبترش یکم دوگانت رو گرفته با مغازه سر و لباس عروسی می رفتی. با خودت یکم لباس عروسی رو انتخاب می کردی. یوسف، آخر حالا برای انتخاب کردن سر و لباس عروسی وقت هست کو؟ من فکر میکنم که حاضر سری وقت است. بیا رفتیم. بیا رفتیم. دختره که بیعقل، تو چی کار کردی؟ آخر می آمدی در قشلاق با آب رو توی میکردی. با پدرت گپ زنان کردم، گفتم که شما اینجا بمانید، اما راضی نشد. گفت که اگر آنها اینجا باشد دیگر قدمم را به اینجا نمیمانم. دختر، آخر شما در شهر خانه نداره، در کجا زندگی میکنید؟ خدا جان، شما غم نخورید.
من در این باره با یک رفیقم صحبت کردم. او خونه‌شو با ما با اجاره میدهد. ما در همون خونه زندگی میکنیم. قهر پدرت که پس شد البته خبرگیری تو خودت رو احتیاط کن. بیا رفتیم گلنازه. خیر یوسف جان، تشکر. مالش خوب. ها به این طرف. ظفر یک دقیقه. بابای ما این مبلغ ها رو گیر، در کار می شود. نه یوسف جان، لازم نیست. کمی هم باشد برای اجارت لازم می شود. ما گیر. خیر مایلش. تشکر. دارو ببین. گلنازه، خونه با تو معقول شد؟ تشکر، خیلی معقول شد. ها، این کلید رو بگیر. این مبلغ برای اجاره پولی. صاحب خونه که اومد این مبلغ ها رو به او بده. من میروم. با کجا؟ گلنازه، هر آنچه که از دستم اومد برایت کردم. تا عمر باقی است برایت کمک میکنم. ولی من در این خانه با تو بودن نمیتوانم. با تو چی شد؟ نه هیچ گپ نه. خدایا میگذارد. همش میگذارد. خدایا با تو چی شد؟ گفتم کو هیچ گپ نه. میگذارد. مایلش خیر. ظفر، این قدر نیکی هایی که برای من کردی معلوم می شود که یگام سبب دارد. بله گلنازه، من بیمارم. بیمار؟ چی خیل بیمار؟ بیماریه که توابت نشونده است. یعنی سرطان. سرطان؟ بله. ها، یگون مشکلیت بر اومد. با من زنگ زن. من حتما کمک میکنم. مایلش خیر، من میروم. ظفر آچش لبای اینجا بیا. دادیش چشمکاتون سیغ زده نموندید که یک دمکک دم گیرم. آچش تو با پسرت مصلحت کردی؟ ها دادیش مصلحت کردیم. خیر. یوسف جانی ما هم سبقش رو دوست می دارد. هم سبقش رو؟ ها هم سبقش رو. خیر کی بوده اصلا؟ همین قدر پرسیدم انیقش رو نگفت. با فکرم کسی آمد، یک ببین. سلام اوچه جان. آمدی پسرم. نامشگیر و گوشش کش. اوچه جان؟ جان؟ با روایت و مسئل گم میزنید من نفهمیدم. تو به خونه درو همش رو میفهمی. مایلش سلام پدر جان. شیری داداش. هوپا خیر شیری داداش، چه حال داری؟ خوبی؟ رحمت. خوندن ها چطور؟ میشود. یوسف جان، شنیدم که تو هم سبقت را دوست می داشتی؟ بله پدر جان. گوش کن پسر جان، من و مادرت والدانی تو هستیم. ما باید دانیم که
آن دختری که تو دوست می‌داری از کدام طبقه است؟ از کدام عائله است؟ چی کاره است؟ راستی گپ نمیدونم از کدام عائله است. چی؟ این گپ ببینم تو نمیدونی از کدام عائله است و میخوای با وقت ازدواج کنی؟ همینش رو میدونم که بعد از وفات پدر و مادرش یک چند مدت در تربیت بیبیش بوده است. بعد از وفات بیبیش او رو با یتیم خانه سپردند و او در یتیم خانه به وی رسیده است. در یتیم خانه؟ بله. چی تقدیری سخت. بخشش پدر جان. نه پسرم جواب ده. مالش لبای. از یتیم خانه بوده از دادش؟ دختر از یتیم خانه؟ عجب. خدایا. با چشم دختر از یتیم خانه؟ فهمیدم دادش. با چشم به این رسم نگاه کن. او رو شناختی؟ شناختم. یوسف. خیلی مایلش بعد گپ میزنیم. لبای پدر جان. پسرم تو این رسم رو از کجا گرفتی؟ این رسم بی زلیخا. زلیخا؟ ها بله. کدام زلیخا؟ عروس شونده. با شما چی شد؟ یوسف جان چرا گریه میکنید؟ چی شده است؟ پسرم یوسف بیا پسرم اینجا شی. پسرم میدانی چی؟ آچش فرصت فرا رسیده است که تو حقیقت حال را بدانی. چی خیلی حقیقت؟ کدوم حقیقت؟ من نمیفهمم. پسرم دوگانیک تولد شدید. پدرت دوست جانی من بود. وقتی که پدرت این خبر خوش را می شنود از شادی زیاد سرعت ماشین را می تیزاند و به صدمه دچار می شود. مادرت همین خبری ناخوش را شنیده تاب نآورده از دنیا می گذرد. تو یک مدت
در تربیه بیبیت بودی. یک روز من و مادرت نزد بیبیت رفتیم. زاری و تولا کردیم که تو را به تربیه خودمان بگیریم. بعداً مرا به شهر به کار دعوت کردند. از سبب دور بودن راه ما خانه همان را فروخته در شهر خانه گرفتیم. به شهر کوچیدیم. در این میان بیبیت نیز از عالم میگذرد. من و مادرت قرار دادیم که زلیخا را هم به تربیه خود بگیریم. وقتی که به خانه تان رفتم آنجا هلکی کسی دیگر زندگی میکرد. از بیبیت و از زلیخا پرسان شدم. گفت من هیچ چیز را نمیدانم. پس من فرزند شما نیستم. یوسف مادر جون، زلیخا خواهر من بوده است. خدایا یوسف جان. کمپیری سیرم رو پسر خواندش آمده گرفته برده هست. تماما به بازگشت به اینجا. اشک شادی میریخت. تقدیرش بلندی کرده است. ما را باشد هیچ کس سراغ نمی کند. یگانه پسرمان را از دست دادیم چون که ما گناه عظیمی کردیم. وعده دادم به خالم چی می شود؟ مگر این خیانت به امانت نیست؟ دیگر چاره نداریم. میفهمی؟ چاره نداریم. خودتون رو به دست گیرید. عصبی شدن به شما ضرر دارد. گلبار، ما خیانت به امانت کردیم. زبا بوده است. می شود.
زلیخا با این نگر چه خیلی زیباست. با تو زیبنده است. خیلی زیبا. این نشم خشو لیکن با فکرم ترش کلونتر. ها دامنش زیبا، این جایش برای تو کوتاه‌تر است. یوسف. زلیخا با این نگر. زلیخا یوسف چرا از ماشین نمی‌فراید؟ نمیدونم. حاضر. یک لحظه است من میآیم. یوسف با تو چی شد؟ من و دوگانه ملکه چند نمودی لباس عروسی رو انتخاب کردیم. بیا رفتیم کدامش به تو معقول شود همانش رو میگیریم. زلیخا من از تو معذرت میخواهم. من دیگر با تو بودن نمیتوانم. تو خواهری من بوده ای. یوسف تو فهمیده ایستاده ای که چی گفته ایستاده ای؟ عقلت در جایش است یوسف یا دیوانه شده ای؟ وقتی که رسم بیبیت را کلان کرده به خانه بردم. برادری من هستی؟ من خواهری تو؟ بله زلیخا من باید بگویم که سببگاری روی تفتن ظفر از تو این منم. میفهمی منم. چرا سببگارش تو بوده ای؟ تو به اوی چی گفتی که او از من رفت؟ وقتی که ظفر خواهش کرد از من از یتیم خانه ترجمه حال او را گرفته بیارم، من حجت قلبکی تیار کردم. با ظفر درو گفتم که زلیخا خواهر توست. من دیوانه از کجا میدونستم که دوست داشتن من این مهری فرزند پدری بوده است. تو چی کار کردی یوسف؟ نفهمی؟ تو به من خیانت کردی. زلیخا مرا ببخش. خدا تو را ببخشد. گوش کن، صبر کن. برای موی سر تو از معلمه گپ شنیدیم. موی سرت رو پس کن. سلام بچو. این ظفر گم شده پیدا شده است کو؟ ها ظفر جان بخیر است؟ روزهای آخر نبودی؟ ها کمتر کاری مهم داشتم از همین سبب نبودم. خیر شما آدمای سرکار، ما آدمای بیکار. خیر ای ظفر جون در وقت نبودن تو ما در این خوابگاه دلگیر شدیم. هیچ گپ نی. از این پس همراه شمایم. ظفر یک چیز را پرسم ممکن است؟ مرحمت. مگر رابطه تو زلیخا
کنده شده است ها؟ من نفهمیدم چرا یک بار از زلیخا میپرسی؟ نه من یعنی گفتنی هم که چند روز با زلیخا با همراهی یوسف است. برای همین پرسیدم. یوسف؟ بله با یوسف. یوسف یوسف خدایا با ظفر چی کردم؟ با هر حال با او زن زدن نکن. یوسف لبا یوسف. سلام ظفر. سلام. تو در کجایی؟ در خوابگاه. من از بیمارخونه شهر اومدم میتوانی؟ بخیر است یوسف؟ تو بیا بعد من همش رو میفهمونم. ها مایلش حاضر میایم. خب کیستی؟ این من صاحب خانه. من چی کار کردی پرویز؟ هیچ گپ نی، پروا نکن، همش رو من خودم درست میکنم. پرویز؟ گلنازه؟ تو نامرد فریبگر خاموش، من همش رو با کلا میگیرم. اگر خواهی خودی پگاه توی میکنی وقت تو دادو فیگو نکن. اکنون او چی خیلی فهمانم او ما را میبخشیده باشد. سلام یوسف. سلام ظفر. چی گپ شد از در این بیمارخانه ای؟ ظفر مرا ببخش. تو چی گناه کرده که از من بخشش طلب میکنی؟ من با تو زلیخا خیانت کردم. چی؟ شما را فریب دادم. یوسف چی خیلی خیانت؟ من زلیخا را دوست داشتم و خواستم که او را به خود مایل کنم. هر آنچه که آیدی ترجمه حال تو من گفتم این همه دروغ بود. میفهمی ظفر؟ دروغ. حقیقت این است که زلیخا خواهر تو نه بلکه خواهر من بوده است. من یتیم اینقدر سالها فکر میکردم که تو دوستی جانی منی، در زندگی دستگیری میکنی، اما اکنون فهمیدم که تو با من دوست نه بلکه دشمن بوده ای. میفهمی؟ دشمن. خیز اینجا بیا. زلیخا حالا در کجاست؟ زلیخا با صدمه دچار شده است. حالا در وزبی خونه است. زلیخا 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 چشمان شعلایت را کشو. زلیخا جان، زلیخا مرا ببخش. زلیخا من امروز تو رو رنج دیدم. من
مرا ببخش. من وعده میدهم که دیگر تو را نمیرنجانم. بعدش من تو را بخشیدم. زلیخا جو، خواهش میکنم مرا تنها نما. زلیخا نه.